ای آدم حسابی به به چه ذوق نابی عجب چلو کبابی کوبیده با برگ تازه چقدر خوب و با مزه تو بشقاب و تو داری جلوم گذشت آخ حواست کجاست؟ و جلو نمیتی ترمز داشتی مگه؟ زدی تا شیشه میشه رو داغون کردی. الو الو آره تصادف کردم. آره خیابون لویزان، خیابون طلاقانی، خیابون طلاقانی روبروی تعمیرگاه. آره زده شیشه میشه رو شکونده. چی شده دیگه شده؟ خب یه خسارت کی باز بده؟ بفرما به آقا تازه یه چیزی هم بدهکار شدی. شیشه رو شکونده خسارت از کی باز بگیری؟ بدهکاریم با آقا دیگه باید بدی. من جلوتو نگاه نمی‌کردی. روبروی تعمیرگاه. آره ریشه دل و هیم تراشیدن موره آقا قدرت سلام نصرت خانم. خسته نباشی. سلامت باشی. این ماشین آماده است؟ ماشین چیزش نبود، بسش شکسته بود ردیفش کردم. عوضش کردی؟ نداشتم جوشش دادم. سلام نصرت خانم. سلام. میگم آقا قدرت حالا این نشکن دوباره کار دستمون بده. سلام خانم. خیالتون راحت. من دوباره این آینه با خودم اشتباه گرفتم. نگاه کن نصرت خانم، این آینه چشم و چراغ این مغازه است. هر مشتری که میخواد داخل این مغازه بشه بیشتر به هوای این آینه میاد تا قدرت میکنی. آقا قدرت ایشالله که همیشه چراغ مغازت روشن باشه. زنده باشه. حالا بگو ببینم چقدر شو تقدیمتون کنم. خواهش میکنم، قابل نداره. خواهش دست تو کیفتون نکنید که ناراحت میشم. با اجازهتون من اجرتمو برداشتم. سر زور بود هوس کردم یه ناخونکی از روش زدم. نوش جونتون. در ضمن یه 10 کیلویی هم واسه خونه برداشتم از لیتا. تو رو خدا میخواستی بیشتر برداری آقا قدرت. شما یکی از کاسبای خیلی با وجدان این محل هستی. خیلی خیلی به گردن ما حق داری. شما لطف دارید نصرت خانم. اگر خواستم بهتون میگم ماشینم آماده است. اوه اوه اوه. وای 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 وای. البته موقع نهار دستامو شسته بودم و حالا عیب نداره فدای سرتون. مرض باز دوباره این گربه پیدا شد. آقا قدرت این صدای تلفن منه. عجب زنگایی دارم. الو سلام آقای اسدی. چی؟ ببین آقای اسدی داری اذیت میکنی ها. بابا خودت گفتی 2 روز من هماهنگ میکنم بعد چی شد؟ خب آها خب بله خب وقت ببینم قیمت ها چجوریه. خب باشه میگم که میشه یه لحظه گوشی دستتون باشه. آقا قدرت. بله آقا این سویچ من رو میخوام برم. بفرمایید. کجایی؟ تو چال این پایین. دست شما درد نکنه. خواهش کنم ببخشید تو جیبم جا مونده بود. خواهش کنم. خب ببینم این خونه الان مستاجر توش یه تخلیه است. بابا من کار دارم، من باید زودتر اینجا رو خالی بکنم. خب پس من خودم میام دم بانگا دنبالتون. آره پس نیم ساعت دیگه سر کوچه اسدی. خوبه؟ خداحافظ. بابا جون مگه ترمز نداشتی؟ آقا قدرت فهمیدم چشه خانم. خلاصش کن. ترمز دستی رو بخواب. استارت بزن.
گذشتیم خسارت نخواستیم بریم به کارمون برسیم صلوات بفرست پسرم بگو یه بزرگترت بیاد کارش دارم. آقام خونه نیست. آقات بگو بیاد دم در من کارش دارم. میگم آقام خونه نیست. با پسر جون کچلمون کردی ها. هی میگه آقام خونه نیست آقام خونه نیست. بابا جون ما از بنگاه اومدیم میخوایم خونه رو ببینیم. آها مامان مهمون نیست از بنگاه اومدن. مامان بفرمایید بریم خونه. خود صابخونه خونه نیست؟ مشکل نیست هماهنگه. فقط مستاجره هنوز خونن. اونم مسئله ای نیست. چیکار میخوایم بکنیم؟ ماشین باید جابجا کنم رو پل که نمیشه بزنم ماشینو. نه بابا جا به این خوبی. اب نداره اینجا؟ نه که اب نداره. سری میریم برمیگردیم. فکر کنم گوشتون کرد این از اون خونه هاست که پسندتون قرار بگیره. جوبه دیگه. من برای جوب نخندیدم آقای اسدی. شما خودت کچلی گردن بچه میندازی. آخه میگه آقام خونه نیست آقام خونه نیست. انشالله که خونه رو هم ببینیم تو بخندی ها. بفرمایید یا الله قسمت باشه دیگه. بفرمایید یا الله. آقای اسدی لطف کنی یه دونه قم بدید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. میتونید برگردید ببخشید. میتونیم برگردیم. خب من برای چی رو به دیوار بشینم؟ ببخشید دخترم یه مقدار خجالتی معذرت میخوام. گول نخور بچه گول نخور. ماشاءالله ماشاءالله. آره خلاصه نمیدونیم چیکار کنیم. صابخونه 3 ماه گیر داده بهمون که یا باید 100 تومن به اجارهش اضافه کنیم نکن بچه یا از اینجا بلند شیم. ببین خانم قیمت ها الان همینه. اجاره ها کشیده بالا. بله. خب آقای اسدی 1000 هم که قیمت ها کشیده باشه بالا اینجا 3,200,000 تومان اصلا نمیارزه. خدا دهنتون بشنوه. البته اینجوری هم نیست. شما اصلا نگران نباش. من خودم تمومش میکنم. 3 تومن 100 تومن خوبه؟ آقا اسدی اگه 3 تومن 100 تومن باشه که ما الان نشستیم راضیم. خب بله. ولی شما چی فرمودی؟ میگم که اصلا شما نگران اون 100 تومن نباش. یه مقدار بالا یه مقدار پایین بالاخره خونه ردیف میشه دیگه. وان حمام خریداری، کپسوله اضافه خریداری، دوشک‌های خوشخواب. عجب گیری افتادیم. خانم مگه شما قراردادتون تموم نشده؟ چرا تموم شده ولی باید تمدیدش کنه. خب نمیکنه. همونش چطور بود؟ چرا همونش چطور بود؟ آقای اسدی بریم بابا اینجا 3,100,000 تومن هم نمیارزه. بریم. شما حالا برو آشپزخونه رو ببین. ما 3 تومن 100 تومن هم راضیم. بفرمایید آشپزخونه رو ببینین. زلیزی بچه بشینیم و آقای اسدی برادر من میگم اینجا کوچیکه به درد من نمیخوره. بریم آقا بریم. کجاش کوچیکه؟ یه تراس 4 متری داره. یه انباری 7 متری تو پارکینگ داره. بازم کوچیکه. آقای اسدی مگه من میخوام زندگیمو تو انباری 7 متری و تراس 4 متری بچینم؟ خب بیار تو اتاق بچین. ای بابا آقای اسدی نمیخوام میگم. بریم آقا. خدا خیرتون بده. ان یه خونه بزرگتر با قیمت مناسب بر شما پیدا بشه. انشالله خدا قسمت کنه سال دیگه هم شما تو خونه خودت باشید. خیلی ممنون لطف کردین. دست شما درد نکنه. شما چرا تعارفتی که برای هم دیگه میکنید؟ خانم مگه نپسندیدی؟ بفرمایید چای شیرینی چیزی در خدمتتون باشیم. صرف شده. آقامونم تشریف آوردن یه لحظه. حالا یواش دوان نفر ماشین گذاشتن روی پل. سلام. سلام. تو دوباره مشتری آوردی؟ نه الحمدلله نپسندیدم. سلام بابا. بابا الحمدلله. ماشین دم مال شما نبود که. این استیشن سبزه رو میگی؟ بله. نخه؟ بله. نخه؟ خب مال ما هم سبزه دیگه ولی اون برای خیابونه. ببرمید. تشریف داشته باشین. ببخشید خانم مزاحم شد. ببخشید. نپسندی. خوش آمدید. ببخشید خانم.
نمیارزه یا شما دلتون براشون سوخت؟ هم نمیارزه هم برای ما خیلی کوچیکی. میگم آقای اسدی. بله. من فردا هر جور شده باید برم دنبال خونه. این کتابیه داره من کچلم میکنی. ببخشید البته بر نسبت شما. میگم خانم اجازه بده همینجوری تمومش کنم. با صاحبخونه هم هماهنگ کردم. حکم تخلیه داره. این دیگه کار شما نیست. بده من. الان جا میده. بده من آقا بده من. بفرمایید. میخوای کمک بکنی؟ آره دیگه. برو به این درد گرون گرفته بگو بیاد این لنده هو رو از اینجا برداری من بتونم اینجا رد بشم. خب بله. چه بساطی گیر کرد. ازگل 2 نفر بیا. ازگل. آقا بیا بریم دیگه. اگه نمیری پیاده شیم ما. یه دقیقه صبر کن الان حرکت میکنیم. شما چقدر عجله داری؟ ازگل بیا بالا. ازگل بیا. ازگل 2 نفر بیا. ازگل 2 نفر فوری. ازگل بیا بالا. ازگل حرکت. ازگلی سوار شو. ازگل بیا بالا. خانم چیکار داری میکنی؟ آقا مسیرم خطی نیستم. ما که خطی داریم سوار میکنیم. حالا سوار شدم ولشون کن. آقا بس بشینم. آقا شما هم بیا پایین. بفرما پایین آقا. آقا چرا زور میگی؟ خب نشستم بشینن دیگه. شما برو جلو بزرگتری. آقا شما هم بیا پایین. این نگاه کن برای خود. بفرما آقا. آقا ایشون مسافر نیستن. آقا ایشون مسافر نیستن. آقا بفرما. چرا چی میکنی آقا؟ بفرما تو ماشین آقا. ای بابا. بفرما تو ماشین. آقا ببینم بابا. ازگل. آقا بفرما تو ماشین با شما گفتم. عزیزم من میگم من مسافر نیستم. میگه بشین تو آقا ماشین. ایشون مسافر نیستن. آقای اسدی بشین ماشین. مسافر نیست دیگه. میگه بشین. خانم بشین بریم. بشین. حوصله داری یا؟ ازگل سوار شونم. بهتون گفته باشم. عجب پرروی ها. چیکار میکنی احمد؟ بسی ببر سر کاره. یاش هستم میشید. این 2 تا چشم واسه بذار. به احمد آقا 2 چشم آقا. چشم آقا. دست شما درد نکنه آقا منصور. خواهش میکنم. نصرت خانم. بله. لیدات مثل همیشه پرملات نبود ها. بادمجون گرون شده آقا منصور. شما کلتو امسال مثل پارسال داری میفروشی نه دیگه؟ باشه پس احمدو میفرستم یه دبه بندری بهش بده بیاره. یه دبه بندری که ندارم ولی یه مقداری دارم که کارت راه بیفته. امشب میذارم تو ماشین فردا میرم بهت میدم. خوبه؟ باش دست درد نکنه. بابا چطوره؟ شکر خدا. میبینی که بد نیست. خدا رو شکر. خدا حافظ. ببین نصرت خانم نهار خوردی؟ نه اشتها ندارم آقا منصور. دست درد نکنه. پس بیا دهنت شیرین کن یه شکلات ور. خیلی ممنون. واستا 2 تا بیشتر نیست. یکی من یکی تو. یکی من یکی تو. باشه. 2 تا من یکی تو. باشه. 2 تا من یکی تو. یکی من. بسه دیگه. یکی من یکی تو. 2 تا من. سعید ممنون بیا برو به کار زندگیت برس. نصرت خانم من که دیروز از تو فال گرفتم. فال نیست برگه جریمه است. بیا اینم فال امروزمون. قاسمی بود؟ نه جدید بود تا حالا ندیده بودمش. خیلی خوب یه دست به این ماشین بگه ببینم. اوه. از این ترشی هم داریم ها. پیاز ترشی فلفل. نه همون لیتر کافی. بفرم. چقدر تقدیم کنم؟ 1000 تومان. خدمت شما. دست شما درد نکنه. مادر این چیه؟ ترشی لیته است مادر. لیته. این لیته است؟ بله. مزه لیته نمیده. پس مزه چی میده؟ مزه لیته نمیده. ای بابا. این چیه خانم؟ اون ترشی بندریه. یه خودم تنده. خیلی خوشمزه است. سرکش جوشونده؟ نه. خیلی خوشمزه است. چی ریختین توش؟ سبزی تازه، گلپر تازه، همه چی توشه دیگه. نیم کیلو بده. نیم کیلو میخوای؟ بله. دست شما درد نکنه. از همین؟ بله. از اون یکی. از این؟ آره. الان که شما نیم ساعت از این داری میخوری؟ من از اون دیگه خوشم میاد. ببین داری اذیت میکنی. نه میبخشی انشالله. ای داد.
ای وای مادر اینا ریختن همشون آبشون. چی کار داری میکنی خانم؟ ببخشید خانم عقبو ندیدم. آخه یعنی چی عقبو ندیدم؟ خانم این آب ترشیه همش ریختم. عیب نداره مادر. بعد چی کار کنیم؟ خب این آب ترشیه رفت زمین. خانم داری چی کار میکنی؟ بیا پایین ببینم. گفتم که ببخشید. بیا پایین. یعنی چی؟ خانم بیا پایین گفتم. خب چیکار کنی خانم؟ بیا برو کنار. اینقدر با من بحث نکن. خانم این آب ترشیه همش ریخته زمین. چی کار کنم؟ عزیزم گفتم عیب نداره. بفرمایید حالا سوار شید. جناب سروان لطف کنید ننویسین. عجب شانسی آوردم من امروز. سلام. سلام قربونت برم. الهی من قربونت برم مامان جون، مگه من نگفتم دایه دنبالم خودم میام؟ خوشگلم. اینقدر خودتو لوس نکن، اینقدر خودتو لوس نکن. این برای کاردش اومدم دنباله. چیه باز میخوای این نوار زاغارتو بذاری؟ نخنماشو دیگه از بس گذاشتی. روشن کن بریم دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی الان روشن. یعنی روشن نمیشه دیگه. مادر من یعنی روشن نمیشه. نگاه کن. همه ماشینا روشن نمیشه. تنها این مامان روشن کن. مامان آبروریزیشو دارن نگاه میکنن مامان. تو صبر کن. مامان میگم روشن ولی همه رفت دارن. یه دقیقه صبر کن. روشن نمیشه مامان، آبرومون رفت مامان. آبروریزی شد. همه ماشینا رفتن، همه رفتن. صداتو بیار پایین. ای بابا من چی میگه برای خودش؟ بی‌صاحب شده آبرودونم بردم واقعا. مرسی. بیا بگی کی دستت درد نکنه. دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ممنون. ببخشید تو رو خدا. میگم مگه موقع ترشی چیزی هم خواستین همه رقم هست. مرسی ممنون. حتما. خیلی خوب. برو بگی بشین. بدو. عجب روزگاری ها. نگاه کن چی کار کردن. هیچی دیگه. مامان بابا تو میگم یه دفعه نیومدن بگم بابا زنده این، گشنه این، مرده این. اصلا چه غلطی داری میکنین آخه؟ اتفاقا منم دیشب زنگ زده بودم بابامونم همینا رو میگفت چرا زنگ نمیزنه ببینیم ما زنده این، مرده این، از این چیزا دیگه. چیکار داشتی به بابات زنگ زده بودی؟ حالشو بپرسم. پول مامانو دادی؟ کدوم پول؟ بابا منی؟ مگه غیر از اون 30 تومن تو بازم پول گرفتی؟ نه میگم یعنی پول کدوم مامان من یا مامان تو؟ مگه از اونا هم پول گرفتی؟ نه ببین یه حسابی داریم اونو بابام گفت من خودم میدم. درو میگه به باش قله تا آخر هفته بده. چی میگه؟ باش. وای چی میکنی آخه؟ چیکار کردی؟ باش ببینم دروغ میگه باباش قله تا آخر هفته بده. تو از کجا میدونی؟ پای تلفن. پای تلفن گوش وای نیستی ها. فضولی کار بدیه. داداش خوبم. خب باری که منم بردار ببر اون اتاق بریز. به آقا ناصر بگو بره کمک مامان.
علیک سلام. سلام. ناصر کیه؟ بابا مامان خرید کرده، بیا بیرون بهش کمک کن. حوله رو بده. کلت کف داره هنوز که. میشورم. باشه. میگم طرف مستاجر اومده بود در خونه میگفت که اگه مستاجرت نمیره پول ما رو پس بده. شنیدی؟ بهش میگفتی تا آخر هفته خونه تخلیه است. ای بابا یه ماه پیش گفتی 3 هفته دیگه میری، حالا باز میگه آخر هفته. چی شد؟ این زانو درد دیگه پدر منو در برد. ای بابا دواش لوله است، چهارش لوله است. لوله دیگه چیه؟ یه لوله دیکلوفناکس ببر. با دیکلوفناکس زدم افاقه نکرده. ای بابا میگم بیا 1 میلیون بیشترش کو 50 تا بذارش همینجا بموندی. کجا داری میری؟ اینجا 4 میلیون 200 نمیارزه. اگرم بیارزه من پولشو ندارم. بله برای 2 نفر نمیارزه 4 میلیون 200 ولی برای 6 نفر خیلی میارزه. 6 صدات میره اون تو میفهمم بابا بده دیگه. خب بابا من اینجا به 4 نفر اجاره دادم. بله 6. ای بابا شما مثل که اصلا حالیت نیست ها. خب میشنون زشته بده. خب به این دامادت بگو سهم اجاره شو بده. سلام بابا جونم. مادر یه خود خرتپه تو صندلی از ورده برز تو حیاط. ما اگه نمیخواستیم بریم که اساسمون رو جمع نمیکردیم، خودمون رو اسیر نمیکردیم. میکردیم والا چه عرض کنم. ببخشید سیما خانم نمیاد کمک؟ نه خیر نمیاد کمک. عجب. میخواد درس بخونه. عجب. ازدواج هم نمیکنه. عجب. آخه تو چرا اینا رو نمیفهمی؟ آخه مریضشم من. ای وای من اینو چیکارش کنم؟ ولش کن بابا مجنونه. ناصر هست؟ میاد الان میاد. والا به خدا ما اصلا دلمون نمیخواد شما از اینجا بریم. خب ما هم دلمون نمیاد ولی خب دیگه چیکار کنیم مجبوریم. بفرمایید. سلام. تموم شد ها؟ بله. بردن؟ بله. دستون دردن. ببخشید آقا ناصر اگه شما از اینجا برید سیما خانم شما میاد؟ نه دیگه سیما رو دیگه میذاریم بر تو بمونه که. دست شما درد خوبه؟ خوبه. دوست داری؟ خیلی دوست دارم. برو در خونتون. برو ببینم. ببین آقا بیژن. بله. سیما خواستگار داره، اسمش هم سعیده، پراید هم داره. تو پراید داری؟ بله. بابام داره. خب برو بگو بابات بیاد خواستگار. چشم. بدو بیا. اینم مال تو. دست شما درد. خوبه؟ بله. دوست داری؟ خیلی دوست دارم. برو باریک. دیوانه است. بابا اینقدر بحث نکنه. من یه خونه توپ پیدا کردم. کجا؟ همین کوچه پشتی آره. دیدی گفتم آقای کتابی بالاخره پیدا میشه. بله پیدا میشه. کار ما تمومه. کسی نمیره دستشویی؟ نه. ناصر. بله. میگم این خونه که میگی کجا هست؟ کدام خانه؟ همین که گفتی رفتم صحبت کردم. آها اونو که همجوری علکی پروندم. اونو با این قیمتا نمیدن. پس چرا رفتی به کتابی گفتی فردا قلومش میکنی و پس فردا میریم؟ اونو دیگه همجوری دیدم جر و بحث یه چیزی پروندم. ناصر جان ناخونک نزن. چشم. بابا کتابی رفته به طرف زنگ زده گفته که پاشین بیان اینجا. وقت تو میگی راحت آسوده الکی بیارو رفتی حرف زدی. چه میدونم دیگه من اینجوری هم دیگه نمیتونم ببینم زنم مادر زنم جون یه غریبه واسدن گردن کج کردن. گدای محبت که نیستیم که ما. بمیرم الهی. به خدا اینجوری هم دیگه. نوید مادر اینو برده ببر بده با آقای کتابی. بدو. برم تو نمت ببینم. نه قربونت برم. فردا امتحان داری فدات بشم آخه. اونجا تلویزیونش بزرگه. گوش کن حرف دیگه. خب چرا میزنی بچه رو؟ خب گوش نمیکنه حرفو. خب به تو چه که گوش نمیکنه؟ بله بیا برو بابا جان برو. قربونت برم. یواش مادرم. مواظب باش. بیا برو دیگه. بیا من برات در. بیا برو. نریزه مادر جان. بدو. آقا ناصر. بله. این آقا داوود به من گفت به آقا ناصر بگو فردا بیا تو آژانس. یه شب وایس کار کنه ببینه کاربار چجوریه دیگه. اگه خوشت اومد وایس کار کن. نه آژانس حال نمیده. چرا؟ اینجوری ول میگردم خیلی بهتره. اونجوری بهم گیر میدن میگن ماشینت بود ترشی میده. اینجوری میگم آقا به شما چه ربط داره؟ بفهم پایین به سلامت تموم شد رفت. مامان مجید پشت خطه. مرگ من نگفتی بهش که قرمه سبزی داری؟ نگفتم. الهی قربونت برم. مادر چیزیش نمونده دیگه تموم میشه. نه پیغون برای مادرش دادم دیگه هم دم در پیداش نمیشه. شام چی بهتون دادم؟ ما ببخشید مادر.
جان مامان جان غذا سرد شده. که من میرفتیم سربازی اقلا یه خورده عزیز میشه. اینجوری شما عزیز نمیشه. شما باید برید کجا برده بودن؟ شوهر عزیز شی. از اون ترشی‌ها یکم اینور بذار من گوشم بخورتون. داداش باید معاف میشده. عیب نداره. اولش مرد میشه برمیگرده. آره این بعضیا که مرد شدن. نه منظورش با کی بود؟ تابلو بود دیگه. من دیاره؟ نه بابا پاشو برو تو اونو تا ببینم. چرا؟ هیچ بابا. نه قربونت برم. جات واقعا خالیه. ما قرمه سبزی داریم مادر. از همون قرمه سبزیه که تو دوست داری. بیا اینشالله. فدات بشم الهی برات درست میکنم. چشم. الو 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 قطع شده دیگه. قطع شد. اونجا بیا جلوی یه ذره وسط بکشم. نریز برای من مادر. بیا همونو بریز برای من نمیخورم مادر. میخورم. برید یکم دیگه برید. الو الو صدا نمیاد. گوشی دست شما حرف نمیزنی. ها گوشی دست فهمیدم. اینو یه لحظه میدیم ببخشید. الو بابا سلام حرف زد. نه مجید نیست. خب بده من. مجید نیست. الو ببین نه نمیشه الان چون که الان مامانجونشون آره مامانجونش اینجا نشسته. تو بگی بشیم باز دوباره میخوای بریم اونجا گوش وایسی ببینین چی میگه. آره دیگه میگم نمیشه حرف. خیلی خوب باشه قربونت برم. خداحافظ. خیلی خوشحال شدم. قربونت برم. بارزی. سعید بود. سعید بود میگم. سعید بود میگم بده این حساب شده رو دیگه. بله بله سعید. سیما بچه است حالا هم وقت ازدواج کردنش نیست. بابا این بی خودی صابون نزنه به دلش. این رفیقمه همه جوره آشناست بیمه است کار درسته. چرا لج میکنی؟ تازه پرایدم داره. باریکلا دوماد پراید دارم که نباید بذاریم چی؟ بپره. باریکلا بپره. این از همه تو این جمع بیشتر ببخش. شما هم اینو بفهم که سیما باید درسش تموم شه. باش فهمید تموم شه. تا مجیدم هم نیادان هیچ کس حق نداره پاش از این چارچوب در بذاره بیا تو. من چی جواب مجیدو بدم؟ بله زهرمون که این غذا رفت. سویش اینجا؟ همینجاست. ناصر اون چیه؟ ها این مال مجیده خودش داد مال سربازشه. کجا؟ مجیدم با من دیگه اونو نگران نباشین حل میشه. میگم شما اگه خیلی دوست داری به فکر خواهر من باشی یا به این بیژنه بگو اینقدر نیاد در خونه بره رو حساب این دختره. بابا اون زیگیلم که ما چند روز دیگه از اینجا میریم خیالمون راحت میشه شرش کنده میشه دیگه. فقط مراقب باشین که سیما خانم نترشه بره قاطی ترشیات. من ماشینو بردم. چی شد؟ ترسیدی؟ یکم جا خوردم آقای کتابی. خانم واقعا غذات خوشمزه بود. دست درد نکنه. نوش جونتون. بفرمایید. مادر چطوره؟ خوبه سلام میرسونه. کمک نمیخوای؟ کاری نداری؟ دست شما درد نکنه. خداحافظ. خداحافظ شما. آخری. چی شد؟ چته؟ هیچ آقای کتابی این چارپایه خود کوتاست. منم کی تا حالا نشستم سر چارپایه خوب. زانوم یه خود درد گرفته. خب که کار نداره. دواش پریسماکاسه. خونگیه؟ نه خیلی داروخانه میری یه لوله پریسماکا میگیری فشاری کف دستت بعد این کار میکنی میکشی به پا تا صبح خوب میشی. پیروکسیکام آقای کتابی. خب همون دیگه فرق نمیکنه. دارم بالا. خب بهتر پس این کارو بکن حتما. خیلی ممنون. کاری نداری؟ نه خیلی ممنون. شبتون بخیر. غذات خیلی خوب. نوشه جان به مادرم خیلی سلام برسونید. چشم.
که اینقدر معصوم خوابیدی؟ یا علی چه درست نمیخوای بچه جون؟ درست بخواه مادرم. آخی چرا درست نمیکپی تو؟ با سر شب هی بهت میگم کمتر بخور. به جایی که بخوابی تا صبح داری تو خواب راه میری؟ داری میخندی تو خواب نبودی؟ این بچه قد و بالا رو نگاه کن چرا دوش من مسخره کرده. بکن همه رو زابرا میکنه ها. کپیدی؟ صد دفعه بهت گفتم نصف شب از خواب بلند میشه این جن جلو آدم ظاهر نشه. خب مادر ترسیدم. خب مادر خواستم بیام کمکتون کنم. بسا تو حیاته اینقدر سرد بود همینجور داشتم سگ لرزه میزدم. گفتم بیام چایی بریزم بخورم داغ شد. بریزم برات یه دونه چایی. عمو جعفر زنگ زد. خب گفت خونه رو میخوان چیکار کنی؟ کاری نمی‌کنیم که. فردا صبح زنگ میزنم به اسدی پاشه بیاد. هر جور شده تا شب میگردم دنبال خونه پیدا میکنه. مادر چرا نگرانی تو؟ هیچی گفتم یه وقت نگران من ناصر نباشین. اگه یه وقت خونه کوچیکم پیدا کردن برین شماها. من و ناصر چند روز میریم پیش باباشینا. یعنی چی مادر؟ ما هر جا بریم هممون با همین. تموم شده رفت. وقتی که رو بردی حالا هی زجه قیه قیه چیه دیگه؟ از زجه میاد. جای ناصرم بنداز اینجا الان طفلی از راه میرسه خسته و کوفته بگی بکپه. چی کار میکنی؟ کار میکنم. خب درست کار کن. شما صاحب خونه میگم. نه پس دخالت نکن. برو این برایستم. اکبر آقا بگم براتون چایی بیارم. نه نمیخورم. بیا پایین. غلامم باشه بابا. خسته نباشید. میتونم کمکتون کنم؟ نمیخواد. سیما کریستالامو گذاشتم تو این کارتونه بذار کنار واسه خودت. به به چه فکر خوبی. من از این لوس بازی‌ها خوشم نمیاد سهیلا. خب که چی بالاخره اصلا اینجاها شروع میشه دیگه. بله بیا سر اینو بگیر ببینم. غلامم. بفرمایید. اون سرشو بگیر. ببخشید. اینو که خودمون ورم داریم. شما برو یه چیز دیگه ورده. آقا برو. غلام شما. غلام دیگه. اسمم بیژنه بدین. غلام. ببخشید میشه بالا برم کمک کنم؟ نه خیر. قبض تلفن دیگه فوقش میاد 20 تومن 30 تومن 40 تومن. قبض آب و برق و اینا رو اون مال خودمونه. آقای کتابی فرش مال خودمونه. همش سرجم میشد که 50 60 بیشتر که نمیشه که دیگه آقا. اگه آدم پسر سرباز تو شهرستان داشته باشه قبض میزنه بالا. الهی مادر این مجید بمیره. هر دفعه هم زنگ زده مادر مرده خودش به من زنگ زده. اصلا میدونی چیه؟ من تا قبض تلفنی یا با کسی تصویر حساب نمیکنم. به هیچ کدوم از شما اطمینان ندارم. از کجا معلوم که شما به خارج از کشور تلفن نکرده باشی؟ خارجمون کجا بود آخه؟ آقای کتابی بله جانم. ببخشید نصرت خانم قولنامه رو امضا کرده. یارو هم تو قولنامه شرط گذاشته تا پول نقد پیش نگیره اساسیه اینا نمیتونن ببرن تو خونه. شکم قبول نمیکنه. قربونت یه جوری زودتر کار حل کن و بشین بریم. آقای کتابی این صابخونه خیلی دندون گرده. بلا نسبت شما البته. بلا نسبت شما. اعصاب هممون رو خورد کرده. اجازه بده نصرت خانم من حلش میکنم. آقای کتابی شما منو که قبول داری؟ من اگه همه عالما قبول داشته باشن تو یکی رو قبول ندارم. خب قبول نداره دیگه. صبر کن من حرف بزنم. ببین آقای کتابی عزیز ما دیروز وسط این چیز وارد شدیم. وسط رفتیم اونجا قولنامه داشتم برای قولنامه خودم میگم. وسط قولنامه وارد شدیم. این صابخونه که مجرد بود با این دوتا نه صابخونه که دیگه خیلی خوب دارم میگم خودم.
این صابخونه که با این دوتا مجردا یعنی به این صابخونه صحبت میکردن صابخونه 2 نفر بود داره؟ نه بابا صابخونه 1 نفر بود 2 تا بودن. بودن میذاری من حرف بزنم؟ آقا جان دارم میگم. بله بفهمید. صابخونه که 1 نفر بود داشت به این مجرده که 2 نفر بود. نه بابا نه تو نمیذاری من صحبت بکنم. خب خودت بگو دیگه. آقا ببین این 2 تا اونجا که ما رفتیم اجاره کنیم 2 نفر مجرد هستم، اونا هم خونه رو میخوان. بعد این صابخونه رو یعنی به خونه رو اونا هم میخوان، اونا هم میخوان. آره دیگه من خودم میگم دیگه. بعد اون صابخونه بیشتر راغبه که ما بریم اونجا. میگه اون مجرد آره خب من خودم میگم دیگه. آره میگه که اگه شما بیان بهتر، ولی گفته اگه تا ساعت 1 بتونه. خب پس بذار من ما ببین آقا که ما بعد ساعت 1 نه دیگه شما یه بار گفتی من بگم دیگه. بفرم. میگه اگه شما تا ساعت 1 بتونی برسونی اون پول نقد رو به ما برسونی، ما دیگه خونه رو میدیم به شما که ما دیگه مال ما باشه ساعت 1. خیالش حالا دیگه روشن شد دیگه. آره پاشو بیا بالا، پول تو بگی برو. بلند بیا. بریم تو کجا؟ تو چه نگفتم؟ نصرت خانم تشریف بیارن بالا. دست شما درد نکنه آقا کتابی. پاشو تو هم این پشتی و قالیچه رو ورده ببرز تو ماشین. حله دیگه خانم. حله؟ خب شما یه زنگ بزن هماهنگش کن دیگه. خیالتون راحت بشه. میگم آقای اسدی. بفرمایید. این اون روز من انباریشو متوجه نشدم کجا بود؟ انباری بغل پارکینگ بود دیگه خانم. یه انباری 12 متری، خودش یه اتاق پذیراییه. نه خیالتون راحت بشه. الو سلام عرض کردم قربان، اسدی هستم. بله آقا هماهنگ یه لحظه گوشی یه لحظه بگین که ما سر ساعت 1 میایم اونجا. آقا قربونت برم یه خواهشی ازت داشتم. این مستاجر جدید اساسیش همه رو جمع کرده دیگه، میخواست خیالش راحت بشه. ساعت 1 ما اونجا هستیم. چش نه اونم حل. خیلی ممنون. میگه بیاین. دست شما درد نکنه آقای عزتی. خیلی ممنون. شما بهشون فقط پوله رو بگی. خسته نباشی. سلامت باشی. بیا این قابم بذار تو بسته. بجنبی. مامان من بعد از ظهر کلاس دارم خیلی خوب مادر، حواستون به اسباب اساسیه باشه. من یه نوک پا میرم بالا و برمیگردم. خواهش میکنم بفرمایید. تو کار نکن خسته میشی. باشه شما کار کن. بفرمایید. بجنب. بفرمایید در بازه. آقای کتابی یه لحظه تشریف بیارین. در که بازه بفرمایید تو. میگم آقای کتابی تو رو خدا این سوراخی رو بده درستش بکنن ها. ببین کی تالاس ما توی این خونه نشسته بودیم، دوست و فامیل و آشنا هر کی اومد به ما یه مطلبی. حالا بفرمایید. عزیز جون بفرمایید. سلام عزیز جون. تو رو خدا بفرمایید. خیلی ممنون عزیز جون. اومدم خداحافظی کنم، بگم هر بدی هر خوبی از ما دیدین حلال کنین. خیلی ببخشید نصرت خانم جون، حالا نمیشه نرین بمونین؟ دلمون خیلی براتون تنگ میشه ها. دل به دل راه داره عزیز جون، منم دلم براتون تنگ میشه، ولی خب دیگه چاره‌ای ندارم. حالا بیا آخر شیطون بیا پایین و بمون. ای بابا آقای کتابی من که نمیخوام برم بمیرم که، میام بهتون سر میزنم. تو رو خدا ببخشید نصرت خانم جون، اگه ما اصرار داریم که مستاجر جدید میخوایم بیاریم پول زیادی ازشون بگیریم به خاطر اینکه میخوایم دماغ باقی رو عمل کنیم. والا ولی من عزیز جون نظرمه، البته نظرمو دارم میگم، شما که این همه دوا درمون داری میکنی با اون زانوی خرابت، لااقل این پوله رو برم بردی زانو تو عمل میکردی، این بهتر بود که. نه بابا دماغ باقی خیلی واجب تره. چه میدونم والا چی بگم. شما مگه دماغ تو عروسکی عمل کنی خیلی خوبه ها. بابا ولم کن عزیز جون، من انقدر چاله چوله تو زندگیم هست که دیگه دماغ عمل کردن پیشکشم. آقا کتابی پایین منتظرن، اون پول بده من برم. چاره نیست. چشم خدمت شما. دست شما در نکنه. این که چکه که اینا پول نقد از من میخوان. خب اگه چک بود که همونجا پایین به من میدادین، من این همه پله نمیمدم بالا. حالا این مال کی هست؟ روز چک روز میگم آقا ناصر این موهایی که میکارن تو سر رشد هم میکنه؟ آره بابا مثل بقیه میری سلمونی، هر ما بلند شو برو سلمونی. نه بابا آره بابا این فیلم‌ها که نشون میدن این بازیگرا همه کچلن، موم میذارن، حیایی گلزار اینا همه کچلن. با جنبیم دیر شد، شب میخوایم شام و خونه جدید باشیم ها. بدویم تنبلا. نه با شما نیستم آقا، با شما
کار کن بدو. شما یه دقیقه بیا. نه میگم پول این ماشین رو تو باید بدی ها. آره حواسمه. خب پول داری؟ نه حواسمه. نه چیه؟ ندارم بهشون میگم فردا میدم دیگه. بفهم. ببین تو پول داری سایلا؟ پولی رو داری. نداری؟ بجنبیم بدو بابا. آقا ناصر بله. چرا نمیری؟ خب باید اینا جمع شه که بریم. اینا جمع شده. نه خب جمع کن بریم دیگه. کمک کنیم. ببین برو به این یه چیزی بگو هی من گیری میکنم بالا من نمیدونم اینا کی را داد تو. شما چجوری اومدی تو؟ بله در باز بود منم اومدم داخل. شما بی خود کردی. آقا جون چجوری بگی ما کمک نمیخوایم. باشه. برو به زندگیت برس. برو ببینم. گوش نمیکنه که. آقا من مریضتم. این آدرس خونه جدیدنم به من میدی؟ تو هر رو نمیری ها. برو ببینم. از گوش بیا ببینم بیا. بله واسه بله پول داری؟ بله خیلی هم دارم. بیا من دارم میرم بانک، میرم چک این کتابی رو نقدش کنم. تا چکم نقد نکردم کلیدو اصلا تحویلش نمیدم. خانم بله. اون بر هماهنگا بجنبی تا دیر نشد. خیلی خوب آقای اسدی اومدم. خانم منم میام. مامان من بعد از ظهر کلاس دارم. به درک که کلاس داری چی کار کنم میگی؟ آها من حال میدم. شما بشی من حال میدم. برو استارت بزن یا علی. برو خلاص کن. برو. ناصر بله بانک سر درخته؟ بانک نه. خب چرا این بری حال میدی؟ برم تو درخت؟ آها من حال میدم. باشه خلاص استارت بزن. بابا این استارتشو بدین دیگه. موردی؟ چرا ماتت برده؟ حالا پول ندیدی اونجوری داری نگاه میکنی زشته بدی. کارت شناسایی داری تو؟ نه کارت بهداشت خیلی بی‌معنی هستی. خودم آوردم. خوبه این؟ برای چی میخندی؟ جوون بوده ببخشید.